شما هر چی هم که بگی از نظرم موجودات فضایی وجود داره، چون شما نمیبینیشون دلیل نمیشه که وجود نداشته باشن. میلیاردها سیاره داریم. خب حداقل 1000 تاش منطقتون رو دیگه باور میکنه دیگه که حداقل 1000 تاش که عددی هم نیست مثل زمین باشه 1000 تاش. خب حالا اما اصلا دلیلی هم نداره که مثل داخل کارتونا مثلا یه آدم گنده سبز باشن با کله های گنده. دلیلی هم نداره که اینجوری باشن. اگه باشن خب نه اصلا بحثش این نیست. اگه باشن نباید با ما ارتباط بگیرن، مثل ما که داریم سعی میکنیم با بقیه ارتباط بگیریم، داریم سعی میکنیم که بخواد مثلا یه حیات پیدا بکنیم فلان این حرف، اونا نباید با ما ارتباط بگیرن. اونا چرا باید با ما ارتباط بگیرن؟ چون نکته ترسناکش دقیقا اینه. چی؟ نزدیکترین DNA به ما میدونی چه موجودیه؟ فکر کنم میمونا دیگه. بله، شامپانزه ها. خب شامپانزه ها فقط 1.2% DNA شون با ما فرق داره. اما همین بله کلن 1.2%. اما همین 1.2% باعث شدش که ما شهر بسازیم، خونه بسازیم، خب ماشین بسازیم، ربات بسازیم، خب گوشی بسازیم، درست، کامپیوتر بسازیم. خب حالا فرض کن یکی همین 1.2% از ما بالاتر باشه، ما براش مثل شامپانزه میمونیم. راست میگی، به این نکته توجه نکرده بودم. ما براش مثل شامپانزه میمونیم. چرا خب باید با ما ارتباط بگیره؟ از این زاویه واقعا بهش دقت نکرده بودم. راست میگی، چه جالب.